my friends، خوش اومدید به یک ویدیو یوتیوب دیگه. توی این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگه 10 اصطلاح جذاب رو با هم تارگت قرار میدیم و بهشون اتک میزنیم تا هر چی تو دلشون هست رو بکشیم بیرون و به صورت کامل مورد بررسی قرار بدیم. اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم، خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی حالت آل قرار بدید تا ویدیو جدیدی که میذارم یوتیوب شما رو هم با خبر بکنه و هیچ ویدیویی رو از دست ندید. دوستان عزیزم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و چنل رو به دوستاتون معرفی کنید. این کارتون باعث حمایت از من میشه و من رو برای ادامه مسیر پرقدرت‌تر نگه میداره. مرسی از یکیتون. اما در مورد خود اصطلاحات، من تمام سعی خودم رو کردم که این اصطلاحات رو با حالتهای مختلف توی طول ویدیو به گوشتون برسونم تا توی مغزتون بشینه و اگه ویدیو رو با دقت ببینید قطعاً این اصطلاحات رو به خوبی یاد میگیرید و هر جا بشنوید اونها رو به خاطر میارید. اما برای اینکه بتونید توی مکالمه از اونها استفاده بکنید، نیاز است تا اونها رو روی کاغذ بیارید و خودتون برای هر کدوم مثالهایی رو ذکر کنید. حتما سعی کنید این کار رو انجام بدید، چون دونستن و به کار بردن این اصطلاحات باعث میشه وقتی صحبت میکنید نیتیو تر باشید و جذاب تر صحبت بکنید. پس پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو تا انتها ببینید. خب اول از همه بریم سراغ اصطلاحات امروز. خب دوستان، تیزر اصطلاحات رو دیدید و فهمیدید که امروز میخوایم روی چه اصطلاحاتی کار کنیم. پس بدون اینکه بخوایم وقت رو تلف کنیم، وقتشه بریم معنی و مفهوم هر اصطلاح رو با هم دیگه یاد بگیریم. On cloud 9. Down in the dumps. Cry over spilled milk. Tie the knot. Love affair. Main squeeze. Love child. Love bite. Butterflies in one's stomach. Have a lump in one's throat. خب اینم از معنی و مفهوم اصطلاحات. امیدوارم که یادگیریشون براتون راحت بوده باشه. حالا بریم که مثالهای متنی و ویدیویی از اونها رو هم ببینیم تا قشنگ توی ذهنمون حک بشه. I am on cloud 9. I was on cloud 9. Are you literally on cloud 9 right now? We're on cloud 9. I'm on cloud 9. Well, Peterson's on cloud 9. Really down in the dumps. Seems a little down in the dumps.
I knew you were down in the dumps. She's down in the dumps because Mr. Frann dumped her. Looking so down in the dumps. Down in the dumps. I overspilt milk. Well, it's no use crying over spilled milk. No use crying over spilt milk. And we shouldn't cry over spilt milk. No use crying over spilled milk. I help tie the knots. Tying knots, yay! Ties knots, identifies birds. We tied knots. I know how to tie that knot. To tie the knot. Permanent love affair. Unrequited love affairs, gay. It was a lovely affair. With her crackpot love affairs. Just a little love affair. Everyone has a little love affair in Bali. From a main squeeze. I don't like that main squeeze. Ira, have you got a main squeeze? Main squeeze Starlight. Worshipping me and me alone. To love a child. Answer. Love child. Illegitimate bookstore child. Love child. More like a love bite, really. Butterflies in your stomach, Dr. Faustus. I have butterflies in my stomach. Jane felt butterflies in her stomach. Anybody else got butterflies in the stomach? On my wedding day, I also had butterflies in stomach. Butterflies in the stomach. I got butterflies in my stomach, but I guess it's Bill's character. You got that lump in your throat, didn't you? I don't mind telling you, I've got a lump in my throat. The record, I got kind of a lump in. I'm sorry you have a lump in your throat. I tell you, it puts a lump in your throat. خب اینم از مثال‌های اصطلاحات امروز. امیدوارم که ویدیوی امروز براتون کاربردی بوده باشه. حتما سعی کنید اصطلاحاتی که یاد گرفتید رو با مثال برای خودتون مرور کنید تا توی به کار بردنشون توی موقعیت خاص مهارت به دست بیارید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید اون رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. ما هر هفته حداقل 2 تا ویدیو خواهیم داشت مثل ویدیوی امروز. توی هر کدوم 10 تا اصطلاح جدید رو با هم بررسی میکنیم. پس ما رو دنبال کنید تا توی مکالمه هر روز بهتر از دیروز باشید. دونستن این اصطلاح از اون چیزی که فکر کنید براتون کاربردی تر خواهد بود. تا یک ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون. Stay worthy my friends. Catch you later.